أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسی میراث است، حلقه سوم می باشد که باید وقتی که یک شخصی از این دنیا رفت، پیش از تقسیم میراثش باید او را کفن کرد و او را شخصی که می شوید مزدی شخصی که می شوید او را بیداد و آن خوشبویی هایی که خریده می شود و به او استفاده برده می شود از میراثش، شخصی که قبر او را می کابد و او را می گوراند، این همه این از میراثش اجره مزدی او را داده می شود. برای همین باید پیش از تقسیم میراثش، کفنش، همه این مبلغی این را جدا کرد باید پیش از تقسیم میراث. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که من غسل میتا فکتم علیه غفر له 40 مرة. هر کسی که یگان شخص میت رو، مسلمان رو شوید و از عیبهای او آنچه که در بدنش است بپوشد و او 40 مراتب بخشیده می شود. و من کفن میتا کساه الله من سندوس و استبرق الجنه. هر کسی که یک میت رو کفن بکند، الله از ابریشم های تنوکی غفص جنت او را می پوشاند. و من حفر لمیت قبرا فأجنه فيه اجر له من اجر كاجر مسكن اسکنه الى یوم القیامه. و اینچنین هر یک شخص، کسی که قبر یگان مسلمان رو میکوبد و او را میپوشاند، بمانند که به او یک منزل داده است و اجر یک منزلی که در این دنیا داده است او را اجرش میگیرد. برای همین باید مسلمانان برای کفن کردن میت بشتابند، قبر او را بیمزد کوند. اگر وقتی که اجر خواستند باید از میراثش تقسیم کرد. برای همین اول در پیش از تقسیم میراث، کفن و مزدی شوینده و خوشبویی ها و شخصی که قبر رو میکود مزدی او را باید از میراثش داد. برای این پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که البسو من ثیابکم البیضاء، شما لباس سفید بپوشید، فانها اطهر و اطیب، چونکه او تازه است. وقتی که چرکینی میرسد معلوم میشود. و کفنوا فیها موتاکم، و شخصایی که از شمایان مردند، وفات کردند، با لباسی سفید کفن بکنید. فانها من خیر ثیابکم، بهترین لباس سفید می باشد. این بود درباره کفن کردن میت و درباره میراثش. پیش از تقسیم میراث باید کفن و دیگر کارهایش را از میراثش، از تریکهش تقسیم کرده شود، داده شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.